سلام دوستان، خوش اومدین به تاریخچه. اینجا تاریخچه و من هم حاجی دیوید. ما در تاریخچه امروز کنفرانس تهران رو بررسی میکنیم که در زمان جنگ جهانی دوم سران سه تا کشور بریتانیا، آمریکا و شوروی در ایران کنفرانسی رو برگزار کردند و بدون اینکه پادشاه و حاکمیت ایران رو در جریان قرار بدن حتی جشن تولدی هم در تهران برگزار کردن و راهشون رو کشیدن رفتن. ما به بررسی و اتفاقی که در اون زمان میخواست بیفته اما نیفتاد میپردازیم. کنفرانس تهران در زمان جنگ جهانی دوم حتما همه میدانید که در 6 آذر 1322 برگزار شد. چرچیل نخست وزیر بریتانیا، استالین رهبر شوروی و روزولت رئیس جمهور آمریکا بدون اطلاع و هماهنگی دولت ایران به صورت سرخود وارد ایران میشوند و کنفرانسی برگزار میکنند و جالب اینجاست که بعد از پایان این کنفرانس حتی پادشاه ایران را در جریان مفاد این کنفرانس قرار نمیدن و حتی روزولت و چرچیل حاضر نمیشوند با محمد رضا شاه پهلوی دیدار کنند و فقط استالین در کاخ مرمر با پادشاه ایران دیدار میکنه و حتی جشن تولد چرچیل را در سفارت بریتانیا برگزار میکنند. به تازگی در آمریکا کتابی با عنوان توطئه نازی، توطئه سری منتشر شده که به ترور چرچیل و روزولت و استالین توسط آلمان نازی در هنگام حضور در تهران اشاره میکنه. بر اساس نوشته این کتاب و منابع شوروی، سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی آلمان توانستند پیام‌های رمزنگاری شده نیروی دریایی آمریکا را رمزگشایی کنند و متوجه برگزاری این کنفرانس سه جانبه در تهران شوند. البته این نشست به صورت کاملا محرمانه طرحریزی شده بود. آلمان تیمی کماندویی به رهبری جاسوس حرفه‌ای و کارکشته و درجه یک و خوشنام خودش به نام اوتو اسکورزونی مأموریت می‌دهد که از راه قنات خودشان را به سفارت شوروی برسانند و این عملیات را که عملیات ترور بوده اجرا کنند. البته این جاسوس حرفه‌ای آلمانی توانسته بود یک بار هم موسولینی را فراری بدهد و جان او را نجات دهد. نازی‌ها اسم این عملیات ترور را پرش بلند گذاشته بودند. آلمانی‌ها تعدادی چترباز را در بیابان‌های قم فرود آوردند که بعد خود را به تهران برسانند و تعداد دیگری هم از عوامل خود را با پوشش‌های متفاوت از کشورهای ترکیه، افغانستان و کشورهای همسایه ایران در پوشش‌های مختلفی مثل رفتگر، کاسب، روحانی، دستفروش به ایران وارد کردند. حالا شوروی هم تیم جاسوسی حرفه‌ای و درجه یک خودش را داشت و به رهبری جاسوس درجه یک خودش به نام گئورگی وارتانیان که جزو 100 جاسوس برتر تاریخ هم به حساب می آمد. وارتانیان به همراه همسرش به نام گوهر وارتانیان یک تیم 7 نفره به اسم سوار نظام چابک را در اختیار داشتند. تیم وارتانیان موفق می شوند جاسوسان آلمانی که در بیابانهای قم فرود آمده بودند را شناسایی کنند و آنها را تا هتل محل اقامتشان در تهران تعقیب کنند و در آنجا همه آنها را دستگیر کردند. البته که نفر اصلی و رهبر این تیم آلمانی به نام اسکورزونی موفق به فرار شد. به این ترتیب این عملیات لو رفت و این نقشه آلمانی ها خنثی شد. در این موقع استالین با غرور خاصی که احساس پیروزی می کرد این خبر را به روزولت و چرچیل رساند و آنها را در جریان قرار داد. ولی چرچیل و روزولت از آنجایی که سیاستمداران درجه یک و کارکشته‌ای بودند در این گفته و خبر استالین تردید وارد کردند. اگرچه که می‌دانستند که ممکن است این خبر راست باشد اما تردید وارد کردند و شبهه انداختند. علت این تردید از جانب این دو نفر هم این بود که نمیخواستند از چیزی حمایت کنند که به عنوان پیروزی و یک تبلیغات عالی و خوب برای شوروی در سطح جهان مطرح شود. منابع غربی 3 دلیل برای این شبهه ذکر کردند. اول اینکه شبکه جاسوسان آلمانی در ایران در نیمه سال 1943 یعنی مدت زمان طولانی
قبل از انتخاب تهران برای این نشست نابود شده بود و عملاً هیچ جاسوس آلمانی در تهران فعال نبود. دوم، بیش از 3000 نفر از نیروهای امنیتی شوروی برای تأمین امنیت این کنفرانس در ایران و به ویژه سفارت شوروی مستقر شده بودند. سوم، چرچیل و روزولت در مدت اقامت در تهران هم در خیابان‌های تهران پیاده روی می‌کردند و با خودرو و جیپ روباز به گشت و گذار در شهر می‌پرداختند و بدون اینکه حتی حادثه‌ای هم براشون رخ بده. امیدوارم لذت برده باشین از این تاریخچه و لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر خوشتون میاد حتماً لایک کنید و به دوستان خودتون هم کانال ما رو معرفی کنید. تا تاریخچه بعد، خدا نگهدار.